گلی ماه تصمیم گرفت است که این شام برای افطار شوربا و آش پلو و اگر وقتش رسید نان پزد. به گفته این ساکن جماعت سغدیان ناحیه وحدت، شام نزدیکان و چند همسایه برای افطار به خانه آنها می آیند. در ماه رمضان در دهه‌های تاجیکستان مردم یک یا چند روز برای افطار پیوندان خود را دعوت می کنند و در روزهای دیگر به مهمانی آنها می روند. گلی ماه می گوید خرج زیادتی نخواهد بود، چون امروز شما مهمانداری میکنید و فردا آنها شما را دعوت میکنند. گلی ماه باور دارد که همیشه چنین بوده است. دوره‌ای که خسرومون زنده بود، خشتمونمون زنده بود، هم قمی کردن کلونو کی خیلی کمتر نظر پیشتن رو هست میکردیم گوسفند میکش خسریم ما. هنوز معلوم نیست که آیا مقامات میتوانند دعوت برای روزه‌کشایی و یا افطار را منع کنند یا نه. سال 2007 قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی قبول شد و در آنجا ترتیب برگزاری مراسم ختنه و روز تولد را ذکر کردند. معرکه هایی که تنها در دایره خانواده گذراندن ممکن است. قانون همچنین توی ها را تنظیم می کند، از شماره خوراک های روی میز گرفته تا تعداد ماشین ها. در برگزاری مراسم دفن و عزا و زیارت حج و جشن‌های دیگر دینی و دنیوی نیز محدودیت‌ها تعیین کردند، ولی درباره افطار چیزی گفته نشده است. رئیس کمیته دین چند روز پیش بعد از جلسه پارلمان افطار را مراسم در دایره عائله نامید، ولی تفصیلات نداد. افطار در دایره عائله. حقوقدان شاکرجان حکیموف میگوید فعلا برگزاری افطار من نیست، ولی اگر منصبدار بلندپایه آن را به زبان آورده است پس ممکن است که جاری شود. شاکرجان حکیموف گفت دستور شفاهی منصبداران قوه قانونی ندارد و فعلا ساکنان میتوانند که با دلپوری به مهمانی بروند. طبق ترتیب مقرر شده آن را پرزیدنت کشور قبول و یا امضا نکرده است و اعتبار قانونی ندارد، زیرا هنوز در مطبوعات دولتی نشر نشده است. طلبات درباره محدود کردن آدمان نادرست است. قانونی بحث برانگیز درباره تنظیم عنعنه‌ها و مراسم ملی که برگزاری اکثر معرکه و اطهار را محدود می‌کند، سال 2007 با تشبث پرزیدنت امام علی رحمان قبول شده بود. آنگاه این تشبث را غمخواری در حق ساکنان کشور نامیدند. هر سال مقامات ادعا میکنند که تاجیکان به شرافت این محدودیت‌ها صدها میلیون سومانی را صرفه میکنند. اولا این اصول با هدفی از جهت علمی معین دقیق و اثبات کردن پس‌اندازها از جانب شهروندان و اتحادیه‌ها تهیه نشده است. برعکس قسم درآمد بعضی از سوبیکت‌های خواجگی‌داری که در بازار خدمت می‌رساندند کاهش یافت. شاکرجان حکیموف میگوید برای قبول قانون و یا تهیه علاوه ها به آن وقت لازم است. و تخمین میزند که اگر مقامات در فکر منع افطار هستند پس تنها در آخر ماه رمضان این کار را میکنند، زمانی که تاجیکستانی ها در این مورد دیگر تشویش ندارند.